هفته خبر تو خبر داره براتون. از ادامه سوزش و قشقرق خاموش نشدنی تو نظام بعد از اعلام رسمی خروج نام مجاهدین از لیست و به پایان رسیدن سریال سفرهای محمود چاخان به نیویورک و تبدیل بحران اقتصادی نظام به بنبست و فروپاشی اقتصادی و راهکارهای اقتصادی آخوندی. دور انداخته شدن برچسب تروریستی از مقاومت ایران بعد جوری جیغ آخوندها رو در آورده. انواع و اقسام ماروموره، عمامه‌دار و بی عمامه، باریش و سیبیل، بیریش و سیبیل، از سوراخ‌هاشون ریختن بیرون، شروع کردن به یقه پاره کردن و عمامه به زمین کوبیدن. حالا حرفشون چیه؟ میگن اتفاق مهمی نیفتاده، پس معلوم نیست چرا اینطوری بالا پایین میپرن. بررسی و تحلیل اقدام آمریکا در خارج کردن نام گروهک منافقین از لیست گروه‌های تروریست. اقدام آمریکا در خارج کردن لیست منافقین از گروه‌های تروریستی آمریکا با توانی میده به این تشکیلات تعقل تروریست شناسی آمریکا تغییر جهت recall in Afghanistan, in Iraq, in Libya, and now in Syria, effort to ratchet up the pressure on Iran. از لیست تروریستی خارج کردن. ضمن محکومیت شدید اقدام دولت آمریکا در خارج کردن نام فلسفه رفتاری آمریکا در تأمین منافع استکباریش خلاصه میشه. اگر معاند هم بودن در حد متعارف خودشون رو کنار می‌کشیدن، منتظر می‌شدن تا یک تحولی در ایران یا سطح جهانی. ولی چرا وارد مبارزه مسلحانه میشن؟ احمدی نژاد از آخرین و پرفضاحت ترین سفرش به نیویورک برگشت. اولش که میخواست راه بیفته و بره نیویورک خیلی هارت و فورت کرد، ولی هرچی نزدیکتر شد صداشو آورد پایینتر و looky here, another bird for me to tear to shreds. I love these stupid things. Hell, let's go get it. You know what's weird? I keep getting closer, but he's not getting any smaller. Must be an optical illusion. What the hell is that on his face? An axe? Well, no, I wasn't looking at you. I was looking over there. What is that, a squirrel? Yeah, over there. Oh, yeah. Yeah, buddy, no, I wasn't looking at you. Yeah. Go ahead, yeah, eat up. Oh, yeah. پاسخ مردم و رسانه‌های آمریکایی به احمدی نژاد هم که مشخصه. حرف‌هایی زدن که اگه قرار بود ترجمه بشن باید سر تا پای این گزارش پر میشد از آژیر آمبولانس. البته دم و دستگاه تبلیغاتی آخونده اونقدر گیج سیلی آبدار خروج مجاهدین از لیست بود که نداشت روزنامه ها رو درست و حسابی بخونه. در نتیجه یه سوتی جدید بین‌المللی در سطح رکوردهای گینس بار آورد. Next then, the Iranian news agency, falling for a practical joke, believing that most Americans would prefer Mahmoud Ahmadinejad as their president. Well, just quickly, The Onion, satirical website, I'm sure you've heard of it, published an article saying that rural whites prefer Ahmadinejad to Obama. 77% of Americans would prefer Ahmadinejad for their president. Fars news agency, the Iranian agency, took up this story and reprinted it word for word by mistake, thinking it was real. Then today they've had to issue an apology saying, sorry, we messed up. However, they add, quite sourly, it's a reluctant apology. If this Gallup poll was done today, we think it would still be true and most American people would vote for Ahmadinejad. Olivia, I'm not sure. Olivia, thank you very much. تلاش برای هم آوردن سراتای هفته جنگ این هفته هم ادامه داشت. کفگیری که به ته دیگه سیاه بخوره، صدای دلنگ و دلونگش یه چیزی تو مایه‌های خاطره تعریف کردن این بسیجی تاریخ در رفته و کاندید مادام العمر بخش مشنگستانه. مثلا آهنگران میگفت فضای جبهه حق شورشی افکنده در جانم مهیای جهادم، یادتون میاد دیگه.
ما پشت بلندگو میگفتیم فضای 021 شورشی افکنده در جانم، مهیای فرارم عازم دیدار تهرانم، به سوی بغل مامان جون میروم. در جریان هفته بسیج یک شاهکار هنری بسیجی هم انجام شد که هنوز دستاندرکاران هنرهای نمایشی از بهت دیدنش بیرون نیومدن. تعدادی از بسیجیان مراسمی رو دارن اجرا میکنن، نیروهای فردی که الان در میدان مشاهده میشن و با اسلحه به سمت تعدادی از حاضران شلیک میکنن، یادآور نیروهای آمریکایی. آنچنان بیننده رو تحت تاثیر قرار میده که به فروپاشی کل نظام‌های جهان به جز نظام جمهوری اسلامی ایمان میاره. هنوز بوی هفته جنگ محیط زیست رو ول نکرده بود که اعلام هفته نیروی انتظامی رو هم کردن. میخوایم به چند تا از کلانتری‌های استان البرز به صورت سرزده سرکشی کنیم. به نظرم این برنامه پیشنهادیه که نمیتونید رد کنید. تشکر میکنم از همه دوستان و دستاندرکاران. اتفاقی اینجوری نه یه دفعه‌ای. آره دقیقاً سرزده خدمتتون رسیدیم. خیلی خوب. دوستان همونجور که مطلعید امروز میخوایم سرزده به چند تا از کلانتری‌های منطقه شما سر بزنیم. همینطوری بریم دو تا کلانتری؟ همینطوری. بله بریم دو تا کلانتری که اگه شما اجازه بفرمایید کلانتریایی که شلوغ باشن. ترجیحاً بعد. آره مردم اونجا حضور داشته باشن که خب به نوعی خودش مردم خوب قضاوت میکنن. نظرات خیلی واقعی مردم که در مراجعه سرزده نسبت به نیروی انتظامی ابراز کردند. همزمان با اینکه داشتیم این اختلاف رو حل می‌کردیم، ریاست محترم کلانتری هم تشریف آوردن، از بیانات ایشون استفاده کردن، از راهنمایی ایشون، دعوت به همکاری، از برخورد بسیار خوبشون که واقعا ما رو تحت تاثیر قرار داد. جناب شما آدم انتقاد پذیری هستین شخصا؟ 100% بله. چقدر این نیروی انتظامی مهربونه، به مردمی که انتقاد بکنن جایزه هم میدن. از بهترین منتقدان و پیشنهاد دهندگان هم تجلیل شد. بیشتر انتقاد کردی یا پیشنهاد دادی؟ بیشتر انتقاد کردم. طرحهای نظارت همگانی امنیت اجتماعی منحصر به مقاطع خاصی نشه. بله، پس تنها انتقاد اینه که در مورد حجاب اجباری و فضولی تو زندگی خصوصی مردم کافی برخورد نکردن. خب اینم تو مرامشونه. ببین چقدر از فضولی تو زندگی خصوصی مردم بیزارن که علنا تو تلویزیون اینطوری میگن. انشالله که کارنامه کارنامه خوبی باشه. صحبت از دوربین شد. شما در سطح شهرهای کلان شهری مثل تهران هم دوربین‌های مختلفی رو خواهید دید که تمام حرکات ما رو مد نظر قرار میده، به خصوص اونایی که فکر میکنن پنهان میمونن از این دوربین‌ها و عکسشون گرفته نمیشه و شماره خودروشون ثبت و ضبط نمیشه، بدونن که هر کجای تهران که برن دقیقاً زیر نظر هستن. و اما مشتی از خروار مشنگستان نظام. شرکت کننده ها به ترتیب ایفای نقش حاجی بابایی وزیر آموزش احمدی نژاد که به مناسبت بازگشایی مدارس بچه‌های کودکستان و دبستان رو 3-4 ساعت زیر آفتاب نگه داشت تا مزخرفاتی رو بهشون بگه که خودش هم معنیشو نمیفهمید. ریلگذاری نظام آموزشی جدید با این روند قاطبه مدارس و اکثریت مدارسی در دولت جناب عالی حدود 24,000 مدرسه هوشمند شدند. یه دکتر علفی علوم سیاسی کارشناس تلویزیون پشم و شیشه از همکلاسی‌های کردان و از شاگرد اولای آکسفورد تپه که میتونه 1 ساعت حرف بزنه بدون اینکه چیز خاصی بگه. پتانسیل های دیگه در مجمع عمومی وجود داره. لااقل میتواند نقشی رو برای شرمنده سازی و مشروعیت زدایی از کشورهایی رو در واقع انجام بدهد که تعارض بین منافع ملی و ارزش‌های اون کشور کاملا محسوس هستش. اما راجع به صحبت‌های جناب آقای دکتر احمدی نژاد بایستی به عرضتون برسونم که این در واقع توانسته است، یعنی بعد از 8 سال ما محصول این صحبت‌ها رو در واقع می‌بینیم، برعکس اینکه بسیاری معتقد هستند که حتی متأسفانه بسیار از تحلیلگران داخلی که صحبت‌های دکتر احمدی نژاد نه در
اجلاس 68 و نه در اجلاس‌های قبلی هیچ گونه پیامد ملموسی در واقع برای نظام یا برای کشورهای منطقه نداشته است. و یک تروریست رژیم که به اسم کارشناس آوردنش و بهش گفتن ترکیه رو با ظرافت تهدید کن. اولا ناامنی هایی که اخیراً در ترکیه صورت گرفته، انفجارهایی که صورت گرفته نشون میده که سوری ها میتونن آزاری برسونن به دولت آقای رجب طیب اردوغان و ابزارهای زیادی هم در اختیار دارن. شرکت کننده بعدی در رقابت‌های دروغ‌سگی که از استودیوی خبر رژیم در دمشق شرکت کرده، این آخوند سیاه و سفیده که بیشتر شبیه فیلم‌های نگاتیو عکاسیه. به حرف‌های سراپا واقعی حاج آقا راستگو توجه کنید. این انقلاب نیست، این یه حرکت وارداتی است و به اصطلاح یک چیز ساختگی است، انقلاب ساختگی است. این خودش مسئله مهمی بود. اما نسبت به ارتش، بالاخره ارتش وظیفه خودش رو، کاری که بالاخره بر عهده‌اش هست انجام داد. ولکن خب طبعا با توجه به اینکه مسئله، یعنی کسانی که شروع کردن به مخالفت و مبارزه در درون شهر و در درون مردم بودن، کار بسیار سخت و مشکلی است. جدا کردن افراد مغرض با افرادی که نه بالاخره اعتراضی دارن، حرفی دارن، اینها خیلی مشکله. گاهی بالاخره دفاع انسانی اونها ایجاد کردن و لذا کار ارتش مشکل بود. به خاطر حفظ کردن مردم خیلی با احتیاط و بطیء حرکت کرد ارتش در برخورد با اینها. رقیب جدی حاج آقا راستگو این حجت الاسلامه که تمام متخصصان داخلی جهان رو انگشت به دهن کرده، چون تا حالا 1 میلیمتر روده راست تو شکمش پیدا نشده و حالا اینم فرمول ایشون برای حل و فصل مسئله اقتصادی نظام. میگن این ژاپنیا که بچهشون به دنیا میاد، به جای از اون اقامت در گوشش میگن پسر جون، دختر جون، این مملکت ما نه خاک داره، نه آب درست حسابی داره، نه گاز داره، نه نفت داره. کار نکنی گشنه میمونی ها. اصلا بچگی سعی میکنه بچگی کار کن. ولی الحمدلله ما بچه‌مون که به دنیا میاد بعد از اون اقامه در گوشش میگیم ننه جان تا 1000 سالی مملکت ما گاز داره ها، تا یک چند صد سالی هم مملکت ما نفت داره. بابا ننت هم دارن کار میکنن مثل چی، تو بخور و بخواب کار منه. الله نگهدار منه. الحمدلله. لذا یک کم زدیم به دره، یک کما برای که میترسم ها، یک کم زدیم به دره تنبلی. همینجا میخوام یه سوال از شما مردم خوب و با انصاف بپرسم، تو مملکت ما کار کمه یا عرضه؟ آخونده بی حیای مفتخور که فقط بلده به بقیه بگه کار کنین، در زمینه حقوق زنان هم قلنج فمینیسم رو شکسته. ما اگر بحث ولایت رو میگیم، ولایت حاکمیت یک فرد بگید نیست، ولایت از آن خداست. فقیه جامع و شرایط هم اگر ولایت داره چون حرف خدا رو میزنه. تو خونه هامون هم همینه ها. ولایت تو خونه از آن کیه؟ خانوما بگن. از آن کیه؟ یک صدا میگن از آن آقایون. در پایان توجه شما رو به یک ابتکار ژاپنی جلب می‌کنیم برای تبدیل شنا که معمولاً یک ورزش انفرادی محسوب میشه به یک ورزش کاملاً تیمی و جمعی. 第1のコース鈴木くん、第1のコース佐藤くん、第1のコース高橋くん。第1のコース大人気ですね。続々と選手が登ってきますね。どこまで続くんでしょう。第1のコースそろそろですね。Take your mark。第1のコースいいスタートだ。世界記録を上回るペース。いけ、いった、どうだ。ああ、いった。第1のコース。第1のコースいいスタートだ。世界記録を上回るペース。いけ、いった、どうだ。ああ、いった。上回るペース。いけ、いった、どうだ。いいスタートだ。世界記録を上回るペース。いけ、いった、どうだ。ああ、いった。第1のコースやりました。何でも遊びにする天才。